دانشگاه در ایران به مفهوم کردیش خیلی با بی‌توجهی مواجه شد، به خاطر اینکه دانشگاه ما دانشگاه ملی نیست. برای همینه که شعبه از دانشگاه‌ها خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، فهمیده نمیشه، به خاطر اینکه دانشگاه کارمند تربیت میکنه و اساتید هم اونجا در حقیقت کارمندیان. یعنی اگر قانونی وضع بشه به علت تحولات، سرعت تحولاتی که پیش میاد، قانون دیگه ممکنه که از اون نظم خودجوش یه ذره بخواد سریعتر تحول پیدا کنه. برای همینه که در اونجا قانونگذاران به وجود میان که روح قانون رو میدونن، قانون جدید رو بر اساس روح این قانون تدوین میکنن. این خلاصه این 3 جلد رو و اونم که ما عقل کل نداشت. این تمام دفاعش در فصل در جلد اول کم تشریح میکنه در جلدهای بعدی این هستش که روی جامعه بشری چیزی داره میبینیم به عنوان نقص. این نیست که یه آدم ناظم بالا بوده و بیاد بخش‌های مختلفش رو اونجور که میخواد جایگذاری بکنه. نه، ما با یه پدیده روبرو هستیم به نام نظم خودجوش. مردم و حکومت دقیقا همین بود که چرا شما عرف زمانه رو رعایت نمی‌کنید؟ این دوستان، این جوانان، این بچه‌های ما که الان دیگه میتونم بگم که جای نوه من هستن، اعتراضشون به چی بود؟ اعتراضشون به این بود که ما لباسمون مطابق عرف زمان هست، شما چرا نمیذارید؟ پیامش این است که یه اشاره هم آقای دکتر خالقی کرد، پیامش این است که اون چیزی که تمدن رو به وجود آورده دموکراسی به معنای اداره جامعه با رأی اکثریت نیست. اون چیزی که مهمه، اون چیزی که تمدن رو به وجود آورده حکومت قانون. بعد از این اگر به دیاری سفر کنم، هیچ ارمغانه‌ای نبرم جز سلام دوست. سلام دوست شنیدن سعادت است و سلامت. بعد حافظ با این سوال این گونه غزل رو پیش میبره که من المبلغ عنی الی سعاد سلامی. آیا کسی هست که سلام من رو به معشوق من برسونه؟ با عرض سلام خدمت میهمانان گرامی و حضار ارجمند، بسیار خوشحالیم که در این شامگاه شنبه 26 مهر ماه 1404 در رویداد معرفی ترجمه فارسی کتاب سه‌جلدی قانون، قانونگذاری و آزادی برای مرتبه دوم افتخار میزبانی از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد رو در مجموعه کتابفروشی بوکلند داریم و در خدمت شما هستیم. همواره مشتاق بودم که رویدادهای فرهنگی رو با خوندن ابیاتی از ادبیات کلاسیک اطراگین کنم. با خودم فکر می‌کردم که چه شاعری، چه ابیاتی مناسب این رویداد هست از این 5 شاعر برجسته ادبیات کهن فارسی، چنانچه که گفته شد که از این 5 شین روی رغبت متاب، شب و شاهد و شمع و شهد و شراب. با تأسیس از این شعر باید بگیم از این 5 گنج روی رغبت متاب، حافظ، سعدی، مولانا، نظامی، فردوسی. گفتم که خب ابیاتی از مولانای جان بخوانیم
یا از حافظ لسان الغیب. با اون چیزی که ابتدا خدمتتون خوندم جنبه سلام داشت و اون مد نظر نبود، یا اینکه از فردوسی بزرگ که گفت تو این را دروغ و فسانه مدان درباره سخن خودش، یا از سعدی شیرین سخن که واژه ها رو واقعا تسخیر میکنه و بخواد که مراد خودش رو بیان بکنه. مثلا با مزه هایی که ما در اطرافمون هست میگه ترش منشین و تنگی کن که ما را تلخ ننماید، چه میگویی چنین شیرین که شوری در من افکندی، یا به همچنین. اما مناسب دیدم که نظامی گنجوی که اتفاقا اخیراً هم من شنیدم که آقای دکتر غنی‌نژاد در گفتگویی صحبت از امر ملی بود و زبان فارسی، میگفتن که کی نظامی رو اجبار کرده که به فارسی سخن بگه، به فارسی شعر بسراید، در حالی که نظامی در یک منطقه آذربایجان زندگی میکرده، از گنجه خارج نشده و در همونجا از دنیا رفته و دفن شده. چون رویداد معرفی کتاب هست و گرد هم آمدیم در این روزهای نسبتاً سخت، گفتم که این شاید بیانگر شرایط خوشحالی ما باشه، چنانچه که خود نظامی از وقتی به موقعیت خودش نگاه میکرد به وجد میومد، وقتی که میخواست به پسرش توصیه بکنه که ای 14 سال قرةالعین بالغ نظر علوم کونین، آن شوق طرب ز روی حالت کز کرده نباشد خجالت. بعد وقتی میخواد برسه به شاعری میگه دنبال شاعری نرو، چون که این به نظامی ختم شده، یعنی به پای من که نخواهی رسید. ابیاتی داره با این مضمون که اینها رو خدمتتون میخونم و بعد در خدمت میهمانان ارجمند خواهیم بود. به نظر میاد که نظامی نشسته بوده با خودش و سرمست بوده از حضور خودش. ابیاتی که شروع میکنه به این صورت که میگه روزی به مبارکی و شادی بودم به نشاط کیقبادی، ابروی هلالیم گشاده دیوان نظامیم نهاده، آینه بخت پیش رویم اقبال به شانه کرده مویم، صبح از گل سرخ دسته بسته روزم به نفس شده خجسته. و به همچنین که میاد جلو میگه که پروانه دل چراغ بر دست، من بلبل باغ و باغ سرمست، در خاطرم این که وقت کار است، اقبال رفیق و بخت یار است، تا کی نفس تهی گزینم و از شغل جهان تهی نشینم، بر ساز جهان نوا توان ساخت، کان راست جهان که با جهان ساخت. دقیقاً یک ماه دیگه اگر که بیاد، 1 سال پیش بود که توفیق میزبانی از آقای دکتر غنی‌نژاد رو داشتیم اینجا برای کتاب‌های معرفت شناسی در علم اقتصاد و روش شناسی در علم اقتصاد. منتها این رویداد این توفیق رو داریم که همسر محترمشون سرکار خانم مهشید معیری هم افتخار دادن و به جمع ما پیوستن و اگرچه این زوج فرهنگی و فرهیخته همواره کتاب‌هایی رو با اتفاق ترجمه کردن که یکی از این کتاب‌ها همین کتاب 3 جلدی قانونگذاری و آزادی هست که امشب درباره اون صحبت خواهیم کرد. ابتدا دعوت خواهم کرد از آقای ابراهیم صحافی، پژوهشگر تاریخ اندیشه، که این 3 جلد کتاب رو تدریس کردن و فایل‌های شنیداری این تدریس در کانال تلگرامیشون موجوده. علاقه‌مندان اگر که بخوان میتونن مراجعه کنن و احاطه ویژه‌ای به این کتاب و اندیشه‌های هایک دارن. تمنا میکنم که تشریف بیارن تا در خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و تشکر میکنم از دوستان
برای دعوتشون و همچنین ندای نیازی برای اجرای این برنامه. در مورد کتاب قانونگذاری آزادی، آقای دکتر غنی‌نژاد و همسرشون که اینو زحمت ترجمهش رو کشیدن، 10 سال ترجمه این مسئله طول کشیده. خیلی وقت اولین جلدش چاپ شده بود، ولی همچنان اون خصوصیاتی که دکتر دارن اجازه رونمایی و یا اینکه تبلیغ این کتاب رو نمیدادن تا به هر حال امروز همچی موفق شدیم که کار انجام بدیم. این کتاب مثل سایر کتاب‌های فلسفه اقتصاد یا فلسفه علوم اجتماعی در دانشگاه در ایران به مفهوم کلیش خیلی با بی‌توجهی مواجه شد. علت این بی‌توجهی به اصطلاح به خاطر اینکه دانشگاه ما دانشگاه ملی نیست. برای همینه که شعبه‌ای از دانشگاه‌ها خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، فهمیده نمیشه، به خاطر اینکه دانشگاه کارمند تربیت میکنه و اساتید هم اونجا در حقیقت کارمندن، اکثرشون. البته استثناءاتی وجود داره، ما خدمت اونها جسارت نمی کنیم، ولی مجموعی دانشگاه همینجوری هست. برای همینه که این کتاب بسیار ارزشمند که جملاتی در موردش عرض خواهم کرد مورد توجه قرار نگرفت. برای همینه که از خیلی وقت پیش که ترجمه شده خیلی خوانده نشد. این اواخر به دلایل مختلفی که مطرح شد و به خاطر اینکه دکتر غنی‌نژاد مطرح شد این کتاب یک قدری مورد توجه قرار گرفت. امیدوارم که با حضار محترم کمک بکنن که این کتاب شناخته بشه. حالا بعد از این اگر در دانشگاه‌ها امکان روینمایی از این وجود داشته باشه زحمت بکشن، تماس بگیرن و بخوان که حالا اگر آقای دکتر هم نیومدن بالاخره کسانی پیدا میشن بیان اهمیت این رو توضیح بدن تا اینکه شاید پیدا بشه تعدادی از دانشجویانی که به این مسئله توجه کنن و این کتاب رو بخونن و اهمیت این کتاب درک بشه. کتاب قانونگذاری آزادی برخلاف این که یک معروف به اقتصاددان هست، کتاب اقتصادی نیست بلکه فلسفه علوم اجتماعی است. یعنی اگر از دوستان و حضار کسانی هستند که دانشجوی رشته‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی هستند، برای فهم این که این علوم اجتماعی چیست باید حتما این کتاب رو بخونن. البته که خواندن این کتاب مشکل کار سختی است، ولی خب کار سخت رو باید انجام داد و اینکه فهمید که ما این رشته‌ای که الان داریم تحصیل می‌کنیم چی هست، چی جوریه، برای چی مثلا بررسی شده و چرا گفته شد. این 3 جلد کتاب در حقیقت هر کدوم از این جلدها یک مسئله بسیار مفصلی رو شرح میده و ذره ذره اون میشکافه. درسته که چون فلسفی است برای همین فهمش قدری سخته. اولین جلدش در مورد نظم و قواعد، این شاید مهمترین جلد به کتاب باشه. از قرن 17 که عصر خرد نامیده شد و خرد اومد باعث شد که انسان یعنی سوژه، انسان بسیار جدید، انسان نو آغاز بشه و به خاطر اینکه چگونه، یعنی اینکه جدا بشه از امت بودن، جدا بشه از رعیت بودن، جدا بشه از عنصری از طبیعت بودن، بلکه انسانی که با عقل خودش فکر میکنه. مدام با مسائلی روبرو میشد، فلسفه جدید بسیار پیدا شد و متفکران متعددی پیدا شدن، ولی در چند تا چیز همیشه ابهام باقی موند. این ابهام این که بعضی نظم‌ها وجود دارن ولی این نظم‌ها چگونه به وجود اومدن. قبلا اسامیشون رو میگفتن که اینها نظم‌های طبیعی هستن. خب طبیعی یعنی چی؟ یعنی طبیعت آفریده یا اینکه این نظم‌ها چگونه پس به وجود اومدن. ولی به هر حال به نام نظم طبیعی معروف شد، همواره گفته میشد، ولی کسی کنه اونها رو باز نکرده بود. نگفته بود چگونه اونها میتونن ایجاد بشن. از نهادها بگیرید تا نظم‌های مختلفی که وجود داشت. برای همینه که
همواره ابهام وجود داشت. حتی بعضی ها به تمسخر یاد میکردن. مارکس مثلا گفته بود که طبیعی یعنی چی طبیعی؟ مگر طبیعت میتونه اینها رو آفریده باشه؟ به خصوص اونهایی که در نظرشون خدا باور نبودن، برای اونها حتی فهم این مسئله خیلی خیلی سخت. برای همین باز شدن رمز این معما تا قرن 20 به تأخیر افتاد. در قرن 20 با به اصطلاح در حقیقت ما دو تا متفکر خیلی مهم یعنی میزس و هایک بودن که به این مسئله پرداختن. اولی با طرح پراکسئولوژی یعنی کنش انسانی چگونه شکل میگیره و چگونه پیش میره و همون کنش باعث ایجاد چه نظمی میشه مطرح شد. بعداً هایک به عنوان شاگرد و همکار میزس تونست با ابداع نظم خودجوش، این اصطلاحی که هست، این اصطلاح رمزه، یعنی کلید رمز این نظم هاست. این نظم ها یعنی چی؟ ما وقتی میگیم زبان چگونه به وجود اومده؟ هرچی شما فکر کنید که زبان، اونهایی که میگن که فرض کنید که خداوند زبان رو به عنوان یک چیز خلق کرده و اون رو به فرض کنید که به بندگانش عرضه داشته. اینجا که یک موضوعه، ولی وقتی که ما بیان میکنیم که زبان اگر به عنوان یک نظم پیدا شده به چجوری میتونه به وجود بیاد، اینجاست که جلد اول این کتاب به وجود اومدن نظم‌های طبیعی رو که اسمشو گذاشت نظم خودجوش رو، چگونگی به وجود اومدن رو نشون میده. ما میگیم که فلان چیز خوبه یا فلان چیز بده. خب این چگونه شکل گرفته؟ این بدی و خوب از کجا پیدا شده؟ یعنی برای همینه که نحوه پیدایش تمام نهادها، از نهاد خانواده بگیرید تا نهادهای مختلف، از پیدایش نظم‌هایی که قواعد نظم‌ها و بعداً این نظم‌هایی که تبدیل میشه به اخلاق و تبدیل میشه به قانون، چگونگی پیدایش و شکلگیری اینها رو هایک در این کتاب بیان کرده. با دقت بیشتر هم خیلی زیاد همین ترجمه شده، ولی خب سختی کار هست، مکرر و باید خونده بشه تا فهم بشه که اینها چیست. یعنی پیدایش نهادها که بعداً نقش تعیین کننده‌ای در تمدن جدید داشتن. تمدن جدید یعنی یکی از نظریه پردازان اساسی شکلگیری، نحوه تکمیل تمدن جدید هایک و میزس هستن که در اینجا به اصطلاح این کتاب بیان کرد. خب وقتی که این پیدا شد، یعنی قانون چگونه شکل میگیره و چگونه تکوین پیدا میکنه، اخلاق چگونه پیدا میشه و چگونه تکوین پیدا میکنه و در ادامه مدام نحوه، و برای همینی که میگه قانونگذاری و آزادی. خب این یک واژه هم دوباره وارد میشه، یعنی این که دنیای جدید با آزادی به مفهوم جدید تعریف میشه. آزادی در اندیشه ایرانی هم وجود داشته و به سه شکل مختلف، ولی آزادی از نوع دنیای جدید نبوده. آزادی در دنیای جدید مقید به قانون هست. کدوم قانون؟ اون قانونی که یک نحوه تکوین اون رو بیان میکنه. وگرنه این قانونی که پارلمانی ما درست کنیم، نمایندگان انتخاب بشن، برن یه چیزای تصویب بکنن و دیگران هم دانشکده حقوقی پیدا بشه که به فراوانی در دانشگاه‌های ما وجود داره و اونجا اعلام بکنن قانون همون چیزی هست که در پارلمان تصویب میشه، یعنی همه چی به این حالت در میاد که الان گرفتارش هستیم. برای همینه که اونجا بیان میکنه که خب آزادی، پس برای همین در اسم کتاب آزادی هم به عنوان یک مفهوم بسیار مهم و اساسی که در کنار قانون هست. یعنی وقتی که میگیم آزادی، یعنی آزادی در چارچوب قانون. این پدید میاد. جلد اول این کتاب که عرض کردم در مورد نظم و قواعد هست، همین نحوه شکلگیری و نحوه تکوین اینها رو بیان میکنه و برای همینه که از اهمیت کاملا ویژه برخورداره و بدون خوندن این کتاب
فهم این مسئله که در دنیای جدید اینجوری، البته که هایک کاملا برمیگرده این مفاهیم رو، مثلا فرض کن یکی از مفاهیم مهمش نوموس هست که قانون به مفهوم قدیم همه واژه‌هاش رو از تمدن یونانی قرض گرفته. در گذشته وقتی که در ایران فلسفه به وجود اومد، خوشبختانه این کلمه نوموس به نام ناموس ترجمه شد و اون نوامیسی که در مورد افلاطون همون وقت هم ترجمه شده نشون دهنده اینه که ما هم یه وقتی در تاریخ اندیشه خودمون این مفاهیم رو داشتیم. چرایی این که دیگه به اونها پرداخت نشد، زبان اندیشه چگونه صورت گرفت که ما الان دیگه از اون صحبت نمی کنیم، اینها داستان‌های دیگری هست. ولی به هر حال مثلا فرض کن نوموس، همه مفاهیمی که در این کتاب استفاده شده برگرفته از مفاهیم یونانی است. اون وقت چگونه این جدید در قدیم شدنها که یکی از مفاهیم هگلیست در اینجا نشون میده که چگونه هست که ما از زمان یونان آغاز میشه و به تدریج پیش میاد و در دنیای جدید نحوه تکوین اینها چگونه صورت میگیره. اگر که قبلا ما به اصطلاح هایک در این کتاب از دو نوع عقل صحبت میکنه، عقل صنع‌گرا که ما همون رو میگیم عقل عملی، من میگم عقل مهندسی، یعنی اون چیزی که پروژه محوره، ابتدا تا انتهای اون موضوع مشخصه، عقل صنع‌گرا. یعنی شما میخواید یک کلبه بسازید یا میخواهید یک ساختمان یا برج بسازید، همه اینها از ابتدا مشخصه که چی ساخته خواهد شد. این عقل رو توضیح میده، نحوه تکوین اون رو توضیح میده، چگونه از کجا این عقل پیدا میشه توضیح میده. و همچنین مهمتر از همه اینها عقل تحولی که ما در ایران به نام عقل عقلایی معروفه، در حقیقت اون رو بیان میکنه. پس مسئله عقل هم هست. اون وقت نحوه شکلگیری، نحوه تکوین اینها رو بیان میکنه. وقتی که جوامع بسیار بسیار گسترده تر میشن، این قانون چگونه در جوامع گسترده تر، یعنی جوامع دنیای جدید، شهرها بزرگ میشن، چگونه تکوین پیدا میکنه، اون رو هم اینجا دقیق بیان میکنه. نهایتا این که یک مفهوم جدیدی وارد میکنه به نام عقیده عمومی. میگه که اگر عقیده عمومی قانونی وضع بشه که نهایتا برای پالایش این قانونها معیار رو بیان میکنه، معیار حقوقدانها هستن، حالا که این حقوقدانها دارای چه شرایطی باشند هیچی، ولی آخر کار عقیده عمومیه. یعنی اگر قانونی وضع بشه به علت تحولات، سرعت تحولاتی که پیش میاد، قانون دیگه ممکنه که از اون نظم خودجوش یه ذره بخواد سریعتر تحول پیدا کنه. برای همینه که در اونجا قانونگذاران به وجود میان که روح قانون رو میدونن و قانون جدید رو بر اساس روح این قانون تدوین میکنن. این نحوه شکلگیری و تحول قانون در دنیای جدیده، ولی نهایتاً عقیده عمومی است که باید اون رو بپذیره. اگر اون به غیر از افکار عمومی در حقیقت یه جوری ایجابی است، در صورتی که عقیده عمومی سلبی است. یعنی اگر وقتی که قانون توسط اون قانوندان‌ها حتی با رعایت روح قانون مورد توجه قرار گرفت و قانون جدیدی تدوین شد، اگر عقیده عمومی اون رو نپذیره، اون رو عادلانه ندونه، بلکه قانون اون رو ندونه که از عرف ناشی شده باشه، اون وقت اون رو نمیپذیره. با عدم پذیرش خودش در حقیقت اون اعتبار قانونی خودش رو از دست میده و نهایتاً دوباره باید بازگشت کنه به گروهی که اونها رو داشتن تا درش تجدید نظر بکنن تا نهایت این که عقیده عمومی رو بپذیره. یعنی منظور نحوه تکوین اینها. این در حقیقت جلد اوله. خب داستانش خیلی پیچیده‌تر از این هاست. البته من با این زبان الکن که خیلی خوب نمیتونم بیان کنم. جلد دوم در مورد سراب عدالت اجتماعی. سراب عدالت اجتماعی خیلی مسئله جالبی هست. چرا؟
به خاطر اینکه عدالت یک مفهوم بسیار اساسی در تاریخ اندیشه است. همون دادی که داد و دهشی که در گذشته ما وجود داشته، بعداً هم وارد دوره بعد از اسلام شده، تحول پیدا کرده، ولی در تمدن اروپایی عدالت یک مفهوم بسیار اساسی برای سامان امور زندگی جمعی است. فلسفه حقوق با افلاطون آغاز میشه و استوار میشه روی کلمه عدالت و بعداً که ارسطو نحوه تکوین این فلسفه حقوق که در دنیای جدید که انسان رعیت، انسان به اصطلاح امت تبدیل میشه انسان صاحب حقوق، ریشه‌اش از همون عدالت به اصطلاح افلاطونی ارسطویی هست که بعداً جدید در قدیم میشه. ولی همین کلمه عدالت با چسبوندن یک اجتماعی به نام عدالت اجتماعی میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. عدالت اجتماعی میشه ضد عدالت. چرا؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی ها به خصوص مارکسیسم عامیانه با به وجود آمدن این عدالت اجتماعی سرابی درست میکنه که بعداً میلیون ها نفر به اصطلاح در دنیا قربانی همین به اصطلاح عدالت اجتماعی و سراب عدالت اجتماعی میبینن که خب دوستان در جریانش هستن. با فروپاشی شوروی و بروک شرق معلوم شد که چه اتفاقی افتاد. اینجا با بیان سراب عدالت اجتماعی جزئیات مسئله رو در ما نشون میده که عدالت اساساً چیست و عدالت اجتماعی چگونه میتونه که کلمه عدالت رو که استواری حقوق رو، حق انسانی رو میتونه پایدار نگه داره و همچنین آزادی رو بتونه حفظ کنه، چگونه میتونه که مورد به هجوم قرار بده و انواع اقسام مسائلی که اونجا هست. اون وقت در جلد دوم فایده گرایی به عنوان یک جریان انحرافی مورد به هجوم قرار میگیره یا مورد نقد اساسی هایک قرار میگیره و همچنین در مورد قانون به عنوان جریانی که قانون رو تبدیل میکنه به تصویب پارلمان ها. این فقط مال ایران نیست بلکه در تمام اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 همچنان ادامه داره و اون میپردازه، نقد میکنه و می‌نویسه ریشه قانون رو، اینها ریشه قانون رو میکنن، ریشه عدالت رو میکنن و این عدالت اجتماعی در حقیقت چه نقشی در ویران کردن این واژه عدالت داره. در جلد سوم باز هم دوباره شیوه حکمرانی مردمان آزاد رو بیان میکنه، چگونه در حقیقت انحطاطی که در تمدن غربی از اواخر قرن 19 آغاز شده و در قرن 20 ادامه پیدا کرده و اون رو در حقیقت بیان میکنه و راه جلوگیری از اون رو تماماً به توصیه هایک اینه که بزرگترین دستاورد انسان در تمام طول تاریخ آزادی است و برای همین تصور نکنید که آزادی وقتی یک بار به دست آمد اون وقت میشه که دیگه شما با خیال راحت برید بخوابید. آزادی برای انسان آزادی یک نهال نوپایی است، به شدت توسط افراد مختلف، گروه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف مورد هجوم قرار میگیره، دولت‌های مختلف مورد هجوم قرار میگیره. برای همینه که به همه توصیه میکنه که برای حفاظت از این نهال نوپا باید هر روز اون رو آبیاری کنید. اگر یک روز رفتید خوابیدید، دولت‌ها کاملاً به طرق مختلف با لطایف الحیل به اون آسیب میرسونن یا اینکه به کلی از اون رو از ریشه میکنن. برای همینه که تمام توصیه هایک حفاظت و حراست از آزادی. منتها میگه که الان چگونه با راه‌های قدیمی دیگه نمیشه با آزادی در غرب لطمه زد، بلکه
روش‌های دیگری وجود داره. اون روش‌ها چیه؟ اون روش‌ها تبدیل قانون یعنی نظم همه شمول شامل همه بشه. وقتی که میگیم یه قانون رو تصویب میکنیم، اگر یه گروه کوچکی هم حقش آسیب ببینه، اون دیگه قانون همه شمول نیست. خب پس الان از قرن 20 با اتحاد دولت‌ها و پارلمان‌ها یک نظم جدید، یک انحطاط جدیدی شکل گرفته. این انحطاط باعث شده که از طریق گروه‌های فشار اون در حقیقت مصلحت عمومی تبدیل بشه به مصلحت گروهی یا مصلحت فردی. اگر یک نفر بتونه یه جوری بتونه همچنان که مثلا مثل هیتلرها از درون دنیای مدرن به وجود اومده، به تنهایی میتونه مصلحت فردیش میتونه اون رو آسیب بزنه، یا اینکه نه، گروه‌های فشار گروه‌هایی هستن، احزاب مختلف، گروه‌های مختلفی که وجود دارن میتونن به این مسئله آسیب بزنن. یعنی اینکه مصلحت عمومی، خیر عمومی تبدیل بشه به مصلحت گروهی توسط گروه‌های فشار یا خیر فردی. برای همینه که تمام انحطاطی که از اواخر قرن 19 آغاز شده در این چارچوب هست. برای همینه که تا زمانی که یه جمله از چیز نقل کنم به یاد استاد از دست رفته جواد طباطبایی، نقل میکنه از مثلا افلاطون، میگه که حکومت اکثریت حکومت اوباشه. حکومت دموکراسی یعنی حکومت قانون متکی بر خیر عمومی. خب در حقیقت هایک داره میگه که در قرن 20 این اتفاق داره میفته با اتحاد دو تا نیروی پارلمان ها از یک سو و قوای مختلف، یعنی احزاب مختلفی که در اختیار اون هستن و دولت. اینها همه دست به دست هم میدن تا اینکه اون حکومت اکثریت رو جایگزین اون حکومت قانون به مفهوم نوموس، نه قانون مورد تصویب پارلمان ها، از یک سو و از سوی دیگر، یعنی گروه های فشار، همه اینها یک هدف دارن، اونی که خیر عمومی رو تبدیل به خیر گروهی یا خیر فردی کنن، یا منافع عمومی رو تبدیل به منافع گروهی یا فردی کنن. اون وقت در جلد سوم راه حلی رو ارائه میکنه. این راه حل امروز به نظر خیلی فانتزی به نظر میاد، چون واقعا اونقدر دور شدیم ما از این همون خیر عمومی و یا اون نظمی که در از طریق لیبرالیسم قرن مثلا 18 و 19 به وجود اومده بود، اونقدر دور شدیم به نظر یه ذره فانتزی میاد. ولی با این همه میگه که شیوه قانونگذاری الان نمیتونیم منتظر بشیم که تحولات اجتماعی باعث به وجود اومدن قوانین جدید بشه، بلکه باید برای این تحولات قوانینی وضع بشه. این قوانین وضع شدن باید ابتدا بتونه از اون عرف و از اون روح قانون الهام بگیره، ولی با این همه اون قانونگذاران دارای چه ویژگی‌هایی باشن که بتونن روح قانون رو، روح عرف رو در این قوانین جدید در نظر بگیرن که تا اون نظمی که به وجود اومده بود، اون نظمی که قرار بود به اصطلاح تبدیل بشه به یک جریان آزادی خواهانه‌ای که خیر عمومی در کار باشه، اون رو بتونه ادامه بده. اون وقت برای پارلمان‌های دوگانه‌ای که اون پارلمانی که مقررات وضع میکنه یا اینکه بودجه رو تعیین میکنه، اون یک پارلمان دومی رو در نظر میگیره برای انتخاب اونها، هم برای انتخاب شوندگان و هم انتخاب کنندگان ویژگی‌های خاصی داره، سن معینی داره، اون وقت وظایف معینی رو در نظر میگیره تا بتونن که ادامه این حکومت قانون
که اصلی ترین عنصر حراست از آزادی، مهمترین به اصطلاح دستاورد بشری هست، بتونن از اون استفاده کنن، چگونه میتونه این پارلمان دوم صورت بگیره. این پارلمان دوم رو هم ویژگیش رو بیان میکنه. در آخر کتاب 19 صفحه هست، 19 صفحه که تمام خلاصه این سه جلد رو اونجا بیان میکنه. اگر وقتی کتاب رو نخواستید بخوانید، حتما سالی 2 بار اون 19 صفحه رو بخونید. تمام انحرافاتی که امکان داره در تمدن‌ها، در پیشبرد تمدن‌ها به وجود بیاد، از طرق مختلف، از انواع اقسام، ژنتیک گرایی هایی که ژنتیک همه به اصلا چیز جریان ما رو مشخص میکنه. ما دیگه اراده ای از پس اگه ژنتیک همه چیه، پس ما اراده نداریم. وقتی اراده نداشته باشیم آزادی نداریم. همه اینها رو یا جریان هایی که از طریق به اصطلاح اون اسمش الان یادم میفته میگم، اونها رو در به اصطلاح 19 صفحه مشخص کرده. اگر خواهشن، اگر نتونستید، حوصله نکردید، اون 19 صفحه رو حتما سالی 2 بار بخونید. خیلی ممنونم از حوصله‌تون. ببخشید اون حواله که یادم رفته بود فروید بود. فرویدیسم اون تو اونجا میگه که فروید و مارکس این 2 نفر بزرگترین به اصطلاح قاتلان آزادی دنیای جدیدن. البته در مورد مارکس یه ذره کم دوستی کرده هایک، ولی در مورد فروید دقیقاً همینجوری. مرسی. خیلی متشکرم. ممنون. با سپاس از جناب آقای صحافی. همونطور که عرض شد، ایشون اندیشه های هایک و مخصوصا این 3 جلد کتاب رو تدریس فرمودن. فایل صوتیش در کانال تلگرامی ایشون موجوده. در کنار اون شارح دقیق اندیشه های زندیات سید جواد طباطبایی هم هستن که فایل های تدریس این دروس نیز در کانال تلگرام ایشون نیز موجوده. عنوان فرعی کتاب گزارش جدید از اصول آزادیخواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی است. همچنان که از این عنوان برمی‌آید، مضمون اثر هایک یک اصول آزادیخواهی یا همان لیبرالیسم کلاسیک با تاکید بر موضع عدالت و اقتصاد سیاسی است. از نظر هایک بخش بزرگی از دستاوردهای تمدن بشری در نتیجه شکل گرفتن برخی نظم‌های خودجوش در روابط میان انسان‌ها امکان‌پذیر شده است. نظم‌هایی که محصول عمل انسان‌هاست اما نتیجه طبع و قصد آنها نیست. زبان، قواعد حقوقی و بازار رقابتی از جمله اساسی ترین این گونه نظم‌ها هستند که شالوده اصلی همه پیشرفت‌های تمدن را فراهم آورده‌اند. به عقیده وی آزادی مهمترین دستاورد تمدن مدرن و در عین حال شرط لازم برای دوام و بقای آن است. انگیزه هایک برای نوشتن این کتاب همان گونه که خود در مقدمه توضیح می‌دهد، هشدار درباره انحرافی است که آزادی را در معرض تهدید قرار داده است. از نظر وی آزادی در جوامع مدرن در سایه شکل گرفتن مالکیت فردی و گسترش مبادلات آزادانه میان انسان‌ها، یعنی نظم بازار، امکان پذیر شده است. آزادی و نظم بازار 2 روی یک سکه‌اند و یکی بدون دیگری قابل تصور نیست. با توجه به اهمیت اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد برای شناخت نظم بازار، مبانی مفهومی این علم جایگاه ویژه‌ای در اندیشه هایک دارد. علت این که اقتصاد سیاسی در عنوان فرعی اثر هایک جای گرفته از همین روست. بخشی از مقدمه‌ای که مترجمان محترم بر کتاب نوشتن، البته هم عرض می‌کنم که کتاب هایک و سایر آثاری که آقای دکتر تألیف و ترجمه کردند در انتهای سالن موجوده، دوستان میتونن تهیه بکنن و آقای دکتر هم در انتها امضا میکنه. سخنران بعدی ما آقای دکتر امیرحسین خالقی هستند که بیشتر توفیق میزبانی از ایشون رو داشتیم در سال گذشته. چهره رسانه‌ای
که اقتصاد رو بسیار با شیوهی طنازانه من فکر میکنم مطرح میکنن. اگر علاقه‌مند هستید حتما صفحه اینستاگرام ایشون رو دنبال بکنید. مسائل روز رو رسانه‌های بین‌المللی اقتصادی رو بررسی میکنن و چکیدش رو به اطلاع میرسونن. دعوت میکنم که تشریف بیارن در خدمتشون باشید. خب من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزی که حضور دارن. حقیقتش کتاب هایک کتابای کسایی که آلمانی فکر میکنن انگلیسی می‌نویسن خوندنش هم سخته، چه بسیار ترجمه کردنش. و ما باید خسته نباشید بگم به عنوان کسی که یه خورده سیامشق کردیم و ترجمه آثار هایک واقعا میگم که چقدر کار دشواری است و ولی الحق زحمت استاد به نظرم خیلی خوب نتیجه داده و این کتاب خیلی خواندنی رو داریم. جایی که آب هست تیمم باطله گفتن تمام در واقع شرح کلی کتاب رو، اما حالا شاید من بتونم نحوه مواجهه خودم رو با ماجرا نشون بدم و اونم این هستش که شاید کل دغدغه های پروژه فکرش از ابتدا تا این طرف مبارزه با مهندسی اجتماعی بود. اینکه من بتونم از آزادی در مقابل کسانی که میخوان به دلایل در ظاهر موجه محدودش بکنن حفاظت کنم. و حالا اون کتاب مشهورش که قبل از این فکر سال 1940 که 42 نام راه بردگی در واقع چاپ شد، کتاب خوشخوان نیست که متاسفانه بعد ترجمه شد به فارسی. اونجا دنبال کرد و بعد اومد به شکل خیلی نظریه‌تر و فلسفی‌تر در دهه 1970 در مورد زمانی صحبت می‌کنیم که اقتصاد کینزی و فضای سیاسی مداخله‌گرانه به شدت جدی بود در سراسر دنیا، انگلستان، آمریکا و تو اون زمان در واقع این رو مطرح می‌کنه و یه جور مانیفست دفاع از آزادی است با یه بیان متفاوت. من اگه بخوام اون دغدغه رو بگم که دغدغه فون‌های چی بود، دغدغه‌اش دفاع از آزادی و ابزارش به نظرم یه جمله میشه خلاصه کرد، خلاصه این سه جلد رو، و اونم که ما عقل کل نداریم. این تمام دفاعش در فصل اول در جلد اول کم کم تشریح میکنه در جلدهای بعدی این هستش که ببین جامعه بشری چیزی که داری میبینید به عنوان نسل این نیست که یه آدم ناظر اون بالا بوده و بیاد بخش‌های مختلفش رو اونجور که میخواد جایگذاری بکنه. نه، ما با یه پدیده روبرو هستیم به نام نظم خودجوش و این نظمی است که آدم‌ها در ساختش دخالت داشتن اما حاصل طراحی کسی نیست. و اتفاقا خود هایک به نظرم این درس بزرگ میشه برای همه کسایی که یه جوری به بهبود وضعیت بقیه علاقه دارن، اینه که میگفت اقتصاد خوبیش اینه که به آدم یاد میده چقدر در طراحی امور ناتوانه و چقدر دنیا پیشرفت‌تر از چیزیست که ما اون رو در قالب یه عقل کلی که میتواند همه چیز رو سامان بده خلاصه بکنیم. و بعد میاد مثالای متعددی میزنه، میگه خب ما دو جور نظم اجتماعی داریم، نظم مصنوع یا نظم در واقع بشر ساخته و از اون طرف یک نظم خودجوش. این دو نوع عقلانیت هم پشتش هست دیگه، عقلانیت به اصطلاح سونگرایش فرمودن کانستراکتیویست و عقلانیت تحولی ریولوشنری میشه ترجمه متعددی ازش داشت. و حرف این هستش که حالا بحث آزادی رو بذاریم کنار با عنوان یه دغدغه فانتزی که میخوان آزاد باشن. نه، آزادی برای بقای جامعه، برای استفاده از تمام پتانسیلش، استفاده از دانشش از قضا ضروری است. یعنی وقتی ما از آزادی دفاع میکنیم به خاطر اینکه حالا یه مقدار جوان‌تر هم مثلا به این بحث علاقه داره بیاد بگه که اوکی چیز خوبی است، فضیلت اخلاقی است، فارغ از فضیلت اخلاقی که هست برو برگرد. عرضم این است که کارکرد خیلی جدی برای حفظ نظم اجتماع داره. آزادی یعنی که شما بتوانید از دانش افراد متعدد مختلف که جامعه بزرگ تشکیل میدن استفاده بکنید، اونها اجازه اعمال اراده خودشون داشته باشن که اون اتفاق خوبه‌ای که پیشرفت هست و ثروت هست بیفته. و اگه قرار باشه ما دوران جدید و قدیم رو از هم دیگه تفکیک بکنیم، از قضا برای همین هست که
در دوران جدید آدم‌ها این اعمال اراده خودشون، دنبال کردن منافع خودشون از قضا به صورت اخلاقی جو فضیلت شناخته شد و اینجا نشون داده میشه که اگر آدم‌های دنبال منفعت شخصی هستن در ذیل قانون‌های خوب که پایه که اتفاقاً به نظر یکی از نوآوری‌هاش این هست که شرایط این قانون خوب رو داره شرح میده، ذیل این قرار بگیرن میتونن پیشرفت، ثروت و از همین مهمتر پیشبینی پذیری رو که معنای همون نصب هست برمقام بیارن و بعد این رو در واقع شروع میکنه به اینکه برخلاف اون نگاه به اصطلاح پوزیتیویسم حقوقی که انگار قرار هست یه چیزی از اون بالا بیاد، ما باید اعتماد بکنیم به آنچه که عرف زندگی آدم‌ها در طی تاریخ از سر گذرونده و قانون اون چیزیست که آزمون زمان از سر گذرونده، آدم‌های بسیاری در ساختش، در تثبیتش، در رسوبش دخالت داشتن و الان میتونه راهنمای رفتار ما باشه. از بیرون نمیشود این همه پیچیدگی رو مدیریت کرد چون اون پیام اولیه عقل کل نداره. و بعد شروع میکنه به نظر من در جلد دومش که مواجهه من خیلی متفاوت بود از بقیه چون زیاد بیشتر عدالت اجتماعی رو، نقد مفهومی به نام عدالت اجتماعی که از قضا با عدالت به عنوان یه فضیلت اخلاقی متفاوت هست و میگه که اون نگاهی که شما دارید که خروجی‌های فرآیندهای اقتصادی رو به عدالت بخوایم به برابری تقسیم بکنیم بین افراد مختلف بنا به یه مصلحت جمعی، این نشدنی است و معنیش از دست دادن در واقع اون آزادی هستش که این همه داریم ازش دفاع می‌کنیم. یعنی برای شماست. عرض کنم خدمتتون که و به نظرم میاد اون از اون اتفاقا جلد دومش از اون حرفایی هستش که ما باید خیلی خوب بخونیمش. من یه واژه‌ای خود تندی هم استفاده کردم توی جایی که افتخار داشتم خدمت آقای دکتر باشیم و صحبت کنم در این مورد که حالا گور پدر عدالت اجتماعی که اینقدر گفته میشه، بسیار از متفکرین لیبرال هم ازش استفاده میکنن. به نظرم از اون چیزهایی است که از قضا قول تمامیت خواهی از همین پنجره وارد میشه، چون یه عبارت قشنگی است، هم که فکر میکنن حقشون خورده شده، اکثریت از آدم‌ها این شکلی هستن و خب حالا اگر یه نفر بیاد به بهانه یه چیز مثبتی به نام عدالت بخواد از دیگری بگیره به آنها تقدیم بکنه، خب طبیعتا استقبال میکنن و خب اینجا از همون جاییه که به نظرم این باید نگران آزادی بود. وقتی از عدالت اجتماعی صحبت میکنه بعد از عادل اجتماعی صحبت کنه، یعنی بالاخره یکی اون بالا هست که داره اینا رو از یکی میگیره به دیگری تقسیم میکنه دیگه. و خب بنا به همون چیزی که در جلد اول گفته بود، ما یه همچین آدمی نداریم، یک همچین گروهی نداریم و اتفاقا باید مراقب باشیم که این همون جاییه که اون اصل طلوعاییه که اون تمامیت خواهی خودش رو تحمیل میکنه در ظاهری بسیار اخلاقی. و حالا مفصل میگه، به نظرم هر چی ازش گفته بشه کمتر. در جلد سومش دو تا چیز هست من فکر می‌کنم جناب صافی از کمتر بهش پرداختن، این برای من خیلی جذاب بود. یکی بحث وضعیت استثنایی بود که خب بالاخره قانون لیبرال، قانونی که در طی زمان اون آزمون زمان هست سرگذرونده، بالاخره یه اتفاقات شرایط حساس کنونی پیش میاد، بحران پیش میاد، با اون چه بکنیم؟ و اینجا به نظر من با الهام از کارل اشمیت میاد یه راهی برای اون شرایط حساس کنونی ابداع میکنه که قوانین خوبن منتها برای شرایط متعارف. یه جایی اگر قحطی شد، بحران شد و شرایط خاص، شرایط حساس کنونی، ما 40 و اندی سال هست درگیرش هستیم، اگر اون اتفاق بیفته اون موقع چی کار بکنیم؟ اون موقع به نظرم یه عبارت خیلی خوبی رو مطرح میکنه، دو تا شرط خوب رو مطرح میکنه که اون کسی که شرایط حساس کنونی رو اعلام میکنه با اون کسی که پایانش رو اعلام میکنه، یعنی آغاز کننده و در واقع پایان دهنده، این دوتا باید متفاوت باشن از هم دیگه. شما نمیتوانید شرایط رو اعلام بکنید و تا بی نهایت ادامهش بدید، مشکلی فکر کنم که کشور خود ما خیلی جدی دیده میشه. و دومی که این شرایط باید موقتی باشن، یعنی در وقتی که اعلام میکنید شرط اتمامش رو هم در همون لحظه عنوان بکنید. این به نظرم میاد نکته خیلی جدی است که باید بهش توجه ویژه کرد. و یه چیز دیگه که خیلی عجیب غریبه در ایده هایک
چیزی که الان هم یواش یواش زیاد داریم ازش میشنویم، به نام درآمد همگانی به اصطلاح UBI در واقع تو جلد سوم یه اشاره بهش میکنه که اصلا عجیب غریبه که شما مگه میشه مثلا به همه یه مقدار یکسانی برای تأمین زندگیشون پرداخت بکنن، با همه اون حرفایی که انگار جلد اول دوم زدی در تضاده. ولی اتفاقا یه دفاع خوبی از آزادی رو اونجا مطرح میکنه که میگه وقتی جامعه به حدی از رونق رسید که دیگه خیالش از حفظ آزادی ها جمع هست، به نظر میاد که میتواند برای دفاع از آزادی افراد، آزادی نیروی کار، بخشی رو، یه نوعی از پرداخت رو در نظر بگیره و این رو در واقع یه جور بیمه نیروی کار باشه برای خودسری کارفرمایان. یه چنین نگاهی هم توش هست که یه خود در نگاه اول به اون دیدگاه اولیه فون هایک در تضاد هست، ولی به نظرم قابل تأمل هست. عرضم رو خلاصه بکنم این بود که به نظر میاد بیش از اون نگاه تند و تیز آنارشیستای مکتب اتریشی که به نظر میاد که با همه چیز سر ناسازگاری دارن و خیلی بنیادگرایانه با ماجرا برخورد میکنن، یه نگاهی از عقلانیت، یه نگاهی از خدمتتون عرض بکنم که سازگار کردن اون اصول با نگاه‌هایی که الان وجود داره در عین دفاع از آزادی توش به چشم میخوره و فکر میکنم این شاید تفاوت هایک باشه با نمونه‌های یه مقدار رادیکال‌تری که توی مکتب اتریش و بقیه میتونیم ببینیم. من تخصص حقوقی ندارم، ولی به عنوان علاقه‌مندی که برام این نکته همیشه جاش خالی بود که خب اگه قرار اقتصاد بازار آزاد و تمام صحبتی که ما داریم ازش در واقع صحبت میکنیم کار بکنه، ما باید تکلیفمون رو با واژه‌ای به نام قانون روشن بکنیم، با مفهوم قانون روشن بکنیم. فکر میکنم اگر دوستان عزیزی که در واقع به مباحث علاقه‌مندن مثل من دنبال اینن که یه چیزی، یه جزوه، یک نوشته، یه متنی که بتونه اون پیچیدگی‌ها رو خوب بازتاب بده، در این حال به درد من حقوق نخونده‌ام بخوره، این کتاب از اونهایی هستش که حتما به کارشون خواهد اومد. و یک کتاب دیگه هم حالا اجازه بدید در راستای این من خدمتتون عرض کنم، فکر می‌کنم خیلی کمک کنه، زحمت استاد رو تکمیل می‌کنه. این هستش که ما مفهومی داریم به نام private governance یا در واقع حاکمیت خصوصی. به این مفهوم که معمولاً دولت‌ها دست کم در حوزه قضا، در حوزه داوری بین تنازعات و غیره که بین مردم اتفاق میفته، میگن این وظیفه ذاتیشون هست. اما با همین نگاه، با مفاهیمی که در این کتاب مطرح میشه یواش یواش رفت به سمت نوعی از دادگاه، نوعی از قوه قضاییه، نوعی از سازمان‌های قضایی که نیاز به یه دولت متمرکز برای این ماجرا هم کمتر بکنن. این فکر میکنم یه نقطه شروعی میتونه باشه این کتاب برای اینکه کم کم به مباحث از این دست هم نزدیک بشیم. من فکر کنم خیلی پرحرفی کردم، ممنون که حوصله کردید. با سپاس از آقای دکتر خالقی. آقای دکتر خالقی در طی گفتگوهایی که با آقای دکتر غنی‌نژاد در رسانه اکویان داشتن، در یکی دو جلسه فکر می‌کنم به کتاب روش‌شناسی در علم اقتصاد و معرفت شناسی در علم اقتصاد که از تألیف‌های ارزشمند آقای دکتر هست رو به گفتگو گذاشتن با ایشون. این کتاب‌ها، مطالعه این کتاب‌ها میتونه نگاه و رویکرد ما رو نسبت به علم اقتصاد تغییر بده. چنانچه ما تا الان فکر می‌کردیم، یعنی غالب فکر بر این هستش که اقتصاد یعنی اعداد و اعشار و ارقام، ولی نگاه فلسفی میشه به اقتصاد داشت، رویکرد فلسفی اخلاقی که دیده شده اخیراً کتاب‌هایی در این زمینه تعریف شده که در انتهای جلسه به عرضتون خواهم رسوند که یک کتاب ارزشمندی در دست انتشار هست که امیدواریم که برای اول آذر ماه بتونیم یک رویدادی برای این کتاب برگزار کنیم. از آقای دکتر دعوت کردیم، منتها به ما قول ندادن هنوز، ولی همچنان امیدواریم که بتونیم در خدمتشون باشیم. ولی اجازه بفرمایید که بخش دیگری از مقدمه ایشون رو من خدمتتون بخونم. هایک در مدت طولانی زندگی طولانی و پربار خود آثار متعددی در زمینه‌های اقتصاد، سیاست و معرفت شناسی نوشته است که هر کدام در جای خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اما حسن بزرگ این اثر سه‌جلدی در این است که بخش مهمی از اندیشه‌های اصیل هایک در زمینه‌های معرفت شناسی، اقتصاد، سیاست و حقوق در این اثر یکجا و به طور اصیل و به طور منسجمی ارائه شده است. بنابراین مطالعه دقیق این اثر می‌تواند تصویر نسبتاً جامعی از کل دیدگاه‌های هایک به دست دهد. در جلد اول عمدتاً مبانی مفهومی و معرفت شناختی مورد بحث قرار گرفته است. عنوان مستقل این جلد قواعد و نظم است که نویسنده در آن به رابطه میان قواعد کنش انسانی و نظم‌های موجود در روابط میان انسان‌ها اعم از نظم‌های عینی و ذهنی یا فرهنگی، انتزاعی و انضمامی می‌پردازد. در جلد دوم که عنوان مستقل آن سراب عدالت اجتماعی است، موضوع عدالت در زندگی اجتماعی و اقتصادی و رابطه آن با نظام اقتصادی و نقش دولت بررسی می شود. جلد سوم تحت عنوان نظم سیاسی یک ملت آزاد به بحث درباره نهادهای دموکراتیک مدرن، ارتباط میان آنها و ارائه الگویی از قانون اساسی مطلوب اختصاص دارد. این مجموعه سه‌جلدی با مؤخره‌ای کوتاه اما بسیار مهم با عنوان سرمنشأ ارزش‌های انسانی به پایان می‌رسد. پیام اصلی هایک مانند همه آزادیخواهان دعوت به اخلاق و سنت‌های مقوم آزادی است. او معتقد است که پیشرفت‌های بشری در همه زمینه‌های مادی و معنوی از آزادی اندیشه و انتخاب فردی ناشی شده است. آزادی به معنای اختیار انجام هر کاری نیست، بلکه تضمین حوزه حفاظت شده‌ای برای انتخاب‌های فردی است که در نتیجه پیروی از برخی قواعد کلی و همه شمول حکومت قانون فراهم می‌آید. هایک توضیح می‌دهد که چگونه آزادی انتخاب فردی در چارچوب قواعد کلی معین می‌تواند نظمی به مراتب پیچیده‌تر و کارآمدتر از نظم‌های انضمامی، دستوری و تعبدی به وجود آورد. اما دفاع پرشور او از آزادی صرفاً به خاطر کارآمد بودن یا سودمندی آن نیست. او آزادی را یک ارزش متعالی می‌داند و به نقل از خوز اورتگای گاست می‌نویسد آزادی خواهی متعالی ترین شکل بلند نظری است. حقی است که اکثریت در اختیار اقلیت می‌گذارد و به این ترتیب شریفترین شعاری است که تاکنون روی این کره خاکی طنین انداز شده است. این مقدمه طولانی‌تر از این هست، هم در کتاب موجوده. در جلد اول کتاب رو که تهیه بکنید به مقدمه گرانقدری که نوشته شده دسترسی خواهید داشت. همواره عرض کردم که در رویدادهای رونمایی از کتاب یا معرفی کتاب بهترین بخشش دعوت و حضور مترجم یا مؤلفی هست که اون اثر رو خلق کرده. تمنا میکنم از آقای دکتر غنی‌نژاد تشریف بیارن که در خدمتشون باشیم. متشکرم از آقای نیازی و دوستان این امکان رو فراهم کردن و دوستان بزرگواران آقای صحافی و آقای دکتر خالقی عزیز که زحمت معرفی کتاب رو کشیدن. من میدونم که خب خیلی طولانی شده جلسه، خسته شدید. من خیلی کوتاه میخوام یه عرایزی خدمتتون بکنم و این هم ارتباط این کتاب، این سه جلد با ایران امروز. چرا این کتاب برای ایران امروز ما مهمه؟ من این صحبت ها رو من عرایزم رو با مثال های خیلی مشخص و به قول اهل فلسفه انضمامی و واقعی عینی بر شما عرض میکنم. چرا هایک مهم؟ ببینید آقای صحافی و آقای خالقی هم این جلد اول توضیح دادن که اهمیتش در چیه. نظم خودجوش
و اینکه بزرگترین دستاوردهای تمدن بشری خود به خود به وجود آورده، یک کسی اینا رو درست نکرد. خب یه داستان پیچیده‌ایه که توضیح تو کتاب آمده. اما مهمترین جنبه‌ای که تا یک جلد اول روش تاکید میکنه بحث سنت و عرف. حالا این سنت و عرف در جامعه ما، امروز ما، الان که زندگی میکنیم چه اهمیتی داره و کجای داستان هست؟ ببینید، برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنند که جامعه ایران یه جامعه سنتگرایی شده بعد از انقلاب 57، درست برعکسه. جامعه ایران جامعه سنت ستیز شده و عرف ستیز شده و دلیل روشنش وقایع 1401 زن زندگی آزادی. اونجا در واقع اعتراض مردم به حکومت دقیقا همین بود که چرا شما عرف زمانه رو رعایت نمی‌کنید. این دوستان، این جوانان، این بچه‌های ما که الان دیگه میتونم بگم که جای نوه من هستن، اعتراضشون به چی بود؟ اعتراضشون به این بود که ما لباسمون مطابق عرف زمان هست. شما چرا نمیذارید؟ چرا این چیزی رو بخواید تحمیل کنید؟ چرا زور میگید؟ ببین، مشکل امروز جامعه ما زور یا دستور در مقابل قاعده و عرف. عرف 40-50 سال قبل ما ایجاب میکرد که بنده یه جور لباس بپوشم، خانم‌ها یه جور لباس بپوشن. امروز یه چیز دیگه میگه. خب شما در مقابل عرف وقتی وایستادید یعنی سنتگرا نیستید، یعنی به سنت و عرف اهمیت قائل نیست. اهمیت عرف چیه؟ اهمیت عرف اینه که آقای صحافی گفتن عقیده عمومیه. عامه مردم اینجوری فکر میکنن، عامه مردم اینو میخوان. و شما از کجا میتونید بفهمید که عامه مردم چه جور لباس پوشیدن خانم‌ها رو میخوان؟ روسری اجباری، حجاب اجباری رو میخوان یا نمیخوان؟ از کجا میفهمید؟ از اینکه یه خانمی با یه حجابی، با یک پوششی میره در جامعه، میره وسط شهر، شمال شهر، جنوب شهر، توجه ایجاد میکنن، طبیعی ترقی میکنن. وقتی طبیعی ترقی میکنن یعنی عرفه، تموم شده. دیگه شما نمیتونید دستور بدید، نمیتونید قانون بذارید که خانم ها چجوری باید بپوشن. خانم ها همون جوری میپوشن که عرف زمان ایجاب میکنه. خب این اهمیت، این کتاب جلد اول اینو داره میگه. جلد اول میگه که دستاوردهای بشر ناشی از عقلانیت عموم بشریت، نه اون بشری که فقط اون زمان زندگی میکنه، در گذشته زندگی کرده، یه عقلانیتی داشته، یه رفتاری داشته که وقتی دیده که اون رفتار، اون عقلانیت، اون عرف به نفعش بوده، جامعه رو رونق کرده، ثروتمند کرده، بر اون مهر تایید زده. مهمترین قاعده، مهمترین مفهومی که هایک پیدا کرده، میگه تمدن‌های بشری بهش رسیدن که مقوم رفاه، مقوم شادی، زندگی خوب انسان‌ها هست آزادی. خب این آزادی نتیجه عرف است، عرف زمان هست اون رو به وجود بیاره. کسی اینو تحمیل نمی‌کنه. آزادی نمیشه تحمیل کرد. آزادی به صورت خودجوش در جامعه به وجود میاد، چون دستاوردهاش مردم میبینن، میفهمن، برایش مهر تایید میزنن. خب این مثال آوردم برای ایران امروز ما، برای جلد اول.
جلد دوم جلد دوم چی میگه؟ راجع به عدالت اجتماعی. بدبختی جامعه ما امروز چی هست؟ امروز این هست به نام عدالت، اسمشو گذاشتن عدالت اجتماعی که آقای دکتر خالقی، آقای صحافی هم به درستی اشاره کردن که این مفهوم ربطی به مفهوم واقعی عدالت نداره. به نام عدالت اجتماعی دستور رو جایگزین قاعده کردن. این مشکل ما. به نام عدالت همه بازارهای ما قیمتاش دستوری شده. خواهد عدالت اجتماعی درست کنن دیگه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که نمیتونم قیمتها بازار رها بشه. این رها شدن رو شنیدی؟ خیلی جالبه. میگن که مشکل ما اینه که همه چی رها شده. هر کی هر قیمتی میخواد میذاره. ما نمیذاریم. نباید رها بشه. یعنی چی؟ یعنی دستور میدیم که قیمت چی باشه. آقا با دستور نمیشه قیمت رو درست کرد. چرا؟ چون قیمت محصول اراده میلیون ها انتخاب خصوصی که سلیقه های مختلف دارن که تعیین کننده اون اراده است. قیمت محصول اونه و تولید کننده به اون انتخاب ها داره پاسخ میده. بازار اینجوری شکل میگیره. شما با دستور نمیتونید قیمت رو بالا و پایین بیاره. خب اینجا باز یه پرانتز باز کنم، چون باید حرف جاهای مختلف گفتم. خیلی بعضی دوستانم اعتراض کردن. من این اعتراضم یه پاسخی میخوام بدم. اونم اینه که من میگم جامعه ما، من به زرس قاطع شما میگم جامعه ما نه سنتگرا هست نه اسلامگرا هست. هیچ کدوم نیست. اگر ما میگم که اگر با سنت اسلام میخواید عمل بکنید، خب سیره نبوی میگه که قیمت ها دست خداست. خب چرا قیمت گذاری میکنید؟ یک نفر نیامده تا حالا به این سوال ما، سوال من هم نیست، خیلی از اقتصاد پاسخ بده. شما اگه نمیدید میخواید اسلام پیاده کنید، اسلام رو با رفتاری درست خلاف سیره نبوی میخواید پیاده کنید، این سنته، این سنتگراییه، این اسلامه. حالا اون انتقادی هم که از بر شده، حالا بعضی از دوستان اینه که خب یه تعبیر کمونیستی از اسلام شد که منجر شد به انقلاب 57 دیگه نهایتاً تعریف نشد. بعد دوستان میگن که حالا شما تعبیر لیبرالی از اسلام بخواید بدید. نه آقا، ما تعبیر لیبرالی نمیدید. اصلا تعبیر لیبرال اسلام بی‌معنیه. چرا بی‌معنیه؟ برای اینکه اسلام دینه. اسلام دین هست. دین رفتار شخصی افراد رو تنظیم میکنه. دین رابطه انسان با خداست. دین معنویته. من از سیره نبوی حرف میزنم، از یه تجربه حرف میزنم. بالاخره یک زمانی از پیامبر اسلام حکومت کرد. شما مدعی هستید که پیرو اونید، این سیستم رو درست کردید دیگه بعد از انقلاب. درسته؟ خب چرا به توصیه‌اش عمل نمی‌کنید؟ من توصیه رو توجیه نمی‌کنم که قیمت‌ها دست خداست و حرف نمیدونم چی هست. من کاری به اون ندارم. من ادعای شما رو زیر سوال میبرم و من نمیگم که اسلام دین لیبرالی، اصلا هیچ دین لیبرالی نیست. از هر دین میشه تفسیر کمونیستی کرد، چطور که از مسیحیت کردن، از یهودیت کردن تفسیرهای کمونیستی، از اسلام هم کردن، تفسیرهای آزادیخواهان هم میکنن.
امروز یک مکتب نه چندان کوچکی هم هست تحت عنوان اقتصاد مسیحی. یک مدعی هستن که طرفدار اقتصاد آزاد هم که اصلا اقتصاد مسیحی اقتصاد آزاد، خیلی هم نزدیکن به اینها، به مکتب اتریشی. مکتب اتریشی که میدید که یه مکتب ذاتاً نگاه بکنید اصلا دینی نیست. من اتریش عمدتاً مکتب اگنوستیکا هستن اونجا، یعنی بزرگترین بنیانگذاراش رو شما نگاه بکنید از میزس تا یک روتبارد که امروزه خیلی نماکو کپیتالیست ازش کوت میکنن، از روتبارد، اینا همه آگنوستیک هم. آگنوستیک هم میگن که ما نمیدونیم خدا هست یا نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، و اعتقادات دینی افراد هم زیر سوال نمیبریم چون حق نداریم ببریم. چون یه عده معتقد هست که من با خدا که آفریننده واحد هست ارتباط دارم، یا یه عده پیامبران که ارتباط داشتن، من از اونها رو قبول دارم. خب این نه قابل اثبات نه قابل ضبطه، بنابراین بحث علمی اونجا نمیشه کرد. بحث متافیزیکی اعتقادی جای خودش هم خیلی مهمه ولی بحث علمی نیست. آگنوستیکا اینجوری بحث میکنه. خب اون این هم مثال اون کتاب دوم است، جلد دوم که عدالت اجتماعی رفتش ایران امروز ما چی. جلد سوم خیلی جالبه. البته جلد سوم چیزای فوق العاده مهمی توش هست، مثل البته هر تو جلد دیگه همه هر سه جلد اینطور، و اون مؤخرش فوق العاده مهمه. آقای صحافی، آقای دکتر خالقی عزیزم توصیه کردن این رو، بله خیلی مهمه. اما برای ایران امروز ما اونجا پیامش چی هست؟ پیامش این هست که یه اشاره هم آقای دکتر خالقی کرد. پیامش این هست که اون چیزی که تمدن رو به وجود آورده دموکراسی به معنای اداره جامعه با رأی اکثریت نیست. اون چیزی که مهمه، اون چیزی که تمدن رو به وجود آورده حکومت قانون. حکومت قانون چیه؟ خیلی خلاصه بهش بگم، اشاره کردم. حکومت قانون یعنی اینکه به جای اینکه با دستور حکومت بکنی، به جای حکمرانی با دستور، حکمرانی مبتنی بر قواعد کلی عام باشه، یعنی قانون. خب این قانون البته یه ویژگی باید داشته باشه، نظم خود جوش این قانون. و اون چیه؟ معیار، یعنی شما من میخوام اینجا این معیار رو بدم به دست همه دوستان که ما وقتی بگیم که آقا هر مصوبه قانون نیست یعنی چی؟ شما میخواید ببینید یه مصوبه بالاخره ما از کجا فهمیم که قانون هست یا نیست؟ معیارش اینه آیا قاعده کلی هست یا نیست؟ همه شمول هست یا نیست؟ استثناء نداشته باشه. آقای صحافی شاید قانونی که استثناء توش باشه قانون نیست. قانون یعنی همه باید رعایتش. یک. دوم، قانون اون قاعده کلی هست که حافظ حقوق فردی انسان هست. هر قانونی که این ویژگی داشته باشه ضد قانون نیست، ناقض قانون. و مردم تا جایی که دستشون برسه این قانون رعایت نمی‌کنن. چون قانون شکنی خیلی از موارد متضمن مجازات دیگه. اگر مردم از اون مجازات بتونن فرار کنن یا دور بزنن، اون قانون رعایت نمی‌کنن. یکیش هم این قانون مثلا حجاب نیست. حالا تحقیری هم دومیش خیلی روشن‌تر،
قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره. حالا همه خونه ها ماهواره داره. این قانون ولی هنوز هست. یعنی چی؟ یعنی اون قانون نیست. قانونی که آزادی انسان رو برای رسانه محدود میکنه اون قانون نیست. یا آقا مجلس قانون گذرونده که رسانه ها باید در این چارچوب باشن. رسانه ها رها شدن. معلومه که باید رها بشن. اصلا به کسی چه ربطی داره که رسانه ها چی میخوام بگن؟ خب رسانه ابزاره. شما بگید که یه عده از این ابزار بد استفاده میکنن. خیلی خوب، شما یه کاری بکنید خوب استفاده کنن، ولی نمیتونید رو محدود کنید. مثل که بگید که آقا چاقو عامل قتل. چاقو به معنی یک عام کلمه ها. این جلو شهریا میگن تیزی. خب این تیزی عامل قتل، بله، ولی عامل نجات انسان هم هست که در دست یک جراح وقتی قرار میگیره عامل نجات بشر. خب تیزی مشکل نداره، مشکل در استفاده از کردن میشه. درسته؟ رسانه هم اینطوری هست، بازار هم اینطوری هست. یه عده میگن که آقا شما پس میگید بازار آزاد، بازار آزاد، بازار نمیدونم هروئین هم آزاد. چرا؟ من میگم بازار آزاد. یه عده طرفدار هروئین هم میخوان هروئین بکشن، تا وقتی که تقاضاش باشه بازار شکل میگیره، شما نمیتونی کاری بکنی. فحشا هم اینطور. هر چیزی که شما فکر کنید چیز بدیه، مثلا تا وقتی که تقاضا درش هست بازار شکل میگیره. تا شما میگید که ما قانونی نمیتونیم بکنیم، خب نکنید، ولی اون هست. اگر میخواد برام فکر بکنید این نیست که بازارش رو تعطیل بکنید، چون بازارش رو تعطیل بکنید بدتر میشه. وقتی الان دیدید دیگه بعضی کشورهای پیشرفته اروپایی غربی مواد مخدر رو بازارش رو در حدودی آزاد میکنن. چرا؟ چون مانع قاچاق میشه. میگن قاچاق که بدتر، این بالاخره این معتاد میره موادش رو پیدا میکنه. چه بهتر که تحت کنترل باشه، نظم و انتظامی هم توش باشه، هرج و مرج نباشه. حالا و اون چیزی که در جلد سوم برگردم به اون اهمیتش برای ایران امروز ما در اینه که آقا شما فکر نکنید که اولا با پارلمان ها، با انتخابات یک دموکراسی شدید. با اینجا اینطوریه دیگه. اینجا وقتی که شما ایراد میگیرید که آقا فلان قانون مجلس اینطوری، حالا کاری به این که نمایندگان چجوری رفتن توی مجلس ندارم، چند درصد آرا چقدر با رأی دادن، اون اصلا فرض بکنیم که اصلا اکثریت بهشون رأی دادن، فرض بکنیم از این بالاتر که نیست. ولی اون که رفته مجلس، من به شما قول میدم که اکثریتشون اصلا بگید که آقا شما تو مجلس چی کار میکنید نمیدونم. اینا فقط اینو میدونن که من میگی که تو مجلس رفتیم، پارلمان اصلا یعنی چی نمیدونم. میگی که ما رفتیم تو مجلس که از منافع حوزه انتخابیت دفاع کنیم، که از دولت برای اون بودجه بگیریم. تصور عامی نمایندگان مجلس ما این از مجلس رفتن. خب یکی اینو میخواد بگید، میگه که شما با این رأی اکثریت اینا مسائلتون حل نمیشه، با حکومت قانون مسائلتون حل میشه. اون نماینده‌ای که بیره تو مجلس اول باید بدونه که بفهمه که، یعنی اون شعور اجتماعی
اون عقیده عمومی که آقای صحافی اشاره کردن بر چی هست؟ عقیده عمومی اینه که کسی که میره نماینده مجلس میشه، قانون اساسی هم همینه میگه، قانون اساسی مشروطه همینه میگه، قانون اساسی جمهوری اسلامی هم همینه میگه نماینده مجلس، نماینده پارلمان نماینده کل مردم ایرانه، نمایندون حوزش نیست. 90% نماینده های ما اینو نمیدونم. یه شما اینجا چیکار میکنم که من از حوزه منافع حوزه دفاع کنم. خب شما نماینده حوزه‌تون هستید، پس نماینده مردم نیستید. نماینده واقعی مجلس باید از منافع ملی دفاع کنه، نه از منافع حوزه. نماینده واقعی مجلس نمیره فراکسیون ترک زبونا درست کنه تو مجلس. این اصلا خلاف قانون اساسیه. این وقتی همچی کاری میکنه دیگه صلاحیت حضور در مجلس نداره، باید بیرونش کنن از مجلس. مجلس جایی هست که تو از منافع ملی باید دفاع کنه. خب حتی علی رغم این خواهی تأکیدش روی این مسئله هست، میگه که منافع ملی به معنای این تشخیص اکثریت نیست، چون اکثریت ممکنه اشتباه کنه. پس معیار متر چیه؟ معیار متر اینه که اون قانونی که از مجلس میگذره حافظ حقوق تک تک انسان ها هست یا نیست؟ اگر نباشه اون قانون نیست و عامه مردم هم اگر دستشون برسه، یعنی اون عقیده عمومی، اون عرفی که عرض کردم و اهمیتی که داره، اینو رعایت نمی کنن و درست هم میکنن، کارش هم درست. منتها با ضرب و زور حکومت و با تهدید به اصطلاح مجازات ممکنه که یه عده در یه شرایطی تمکین بکنن، ولی اینجوری نمیشه جامعه رو اداره کرد. بنابراین پیام این کتاب این است. اگر در 2 کلمه خلاصه بکنم، یه قسمت رو نکنم زیاد حرف زدم. پیام این کتاب این است: اون چیزی که تمدن رو به وجود آورده و باعث دستاوردهای بشر شده آزادی. آزادی هم در چارچوب حکومت قانون امکان پذیره. حکومت قانون هم حکومت قواعد کلی همه شمول بدون استثناست، به شرطی که اون قواعد حافظ حقوق تک تک انسان باشه. شما اگر یه قانون بگذارید از مجلس که نه یه اقلیت حقوق یک نفر رو نقض بکنه، اون قانون نیست با اون تعریف که یک میگه. خب پس موضوعیت کتاب این 3 جلدی رو من فکر میکنم که اگر اون زبان هر کلمه اگر تونستم توضیح بدم این هست. خیلی متشکرم از خانم و آقایان. سرکوزر با سپاس بیش از آقای دکتر غنی‌نژاد که به قول فلاسفه نطق این متن رو برای ما گشودن نسبت به جامعه خودمون که چه کاربردی میتونه امروز در جامعه ما داشته باشه. فرمودن آقای دکتر در حد 10 دقیقه اگر که سوالی جوابی باشه میکروفون اگر بگم سوالم. بله اجازه بدید میکروفون بدم. آره روشن. به عنوان سوال بنده 2 دقیقه وقت میگیرم
برای 4 مطلب. 1. از استاد غنی نژاد و همسر ارجمندشان به عنوان کسی که فارسی حرف میزنه و میخونه تشکر میکنم. منت گذاشتن به زبان فارسی، تقویتش کردم، زورش رو زیاد کردم، توانش رو بالا بردم. سپاسگزارم. 2. اهالی مدرسه اقتصاد لندن معتقدند علیرغم تعداد کثیر فارغ التحصیلی که دارند، این فارغ التحصیلان و این مدرسه یک پیغمبر داره و اونم هایک. آیا این پیغمبر فقط مال مدرسه اقتصاد لندنه یا مال دنیاست؟ استاد غنی نژاد پاسخ این موضوع رو دادن. این شد 2. 3. اجازه بفرمایید برای انبساط خاطر شما این 3 را بخونم. اتریش زادگاه هایکه. خب اتریشی ها اتریشی هم دیگه، بالاخره صاحب یک نوع خاصی از فرهنگ هم. اتریشی ها ببین چه فرهنگ بانمکی دارن. تونستن هر جور شده به دنیا بگن که آقا هیتلر آلمانی بوده، ما که بدونیم اتریشی بوده، ولی اینا تونستن بگن آلمانی بوده. و بعدش رفتن سراغ بتهوون، میگن بتهوون هم اتریشی بوده، اونم تونستن به دنیا بخورن. اما صدا میرسه؟ نه دستتون خورد خاموش چون سر 4 باید روشن باشه. ممنونم. سوال 4 رو حالا یا استاد غنی نژاد یا سرور عزیز بزرگوار من استاد صحافی میتونم پاسخ بدم. موقعی که من عنوان این کتاب رو نگاه کردم و عناوین دیگری که استاد غنی نژاد به زبان فارسی تعریف و ترجمه فرمودن، این سوال برام پیش اومد. من این سوال رو نوشتم: آیا قانون شکنی و عدم تمکین به قوانین جاری نقشی در پیشبرد تمدن بشر به صورت جهش تمدنی داشته است یا نه؟ من موقعی که این جمله رو نوشتم یاد پیکاسو تو هنر افتادم. گفتم نگاه بکن، همه بطری رو شکست، ریز کردی رو زمین، اما همه براش خورا کشیدن. این شکننده رو براش خورا کشیدن. آیا قانون شکنی و عدم تمکین باعث جهش تمدنی میشه یا نه؟ هر کدوم از 2 تا استاد که پاسخ بدن سپاسگزار میشم. خیلی متشکرم، خیلی لطف فرمودید. سوال اولتون که در صورت سوال نبود، فقط بله وظیفه لطف فرمودید، بله نظر لطفتون بود، خیلی متشکرم از شما. اما در مورد هایک، اون پیغمبر که میگید، هایک به پیغمبر اعتقاد نداره، یعنی معتقد هایک توی که چیزی داره. وقتی که جایزه نوبل بهش دادن اونجا هم گفته تو اون نطق مربوط به جایزه نوبلش میگه که من اگر از مال هیئت برگزینندگان جایزه نوبل اقتصاد بودم اصلا این جایزه رو به وجود نمی آوردم. علتش هم اینه که میگه که این جایزه نوبل یک اقتداری، اتوریتی به اصطلاح، یک شهرتی، اقتداری به یه گیرنده اون جایزه میده که هیچ اقتصاددانی نباید اون اقتدار رو داشته باشه. این رو از نظر
چیز نمیگه ها، فکر نکنید که داره تعارف میکنه، این رو از روی اعتقاد میگه. من تعبیر این هایک رو به زبان ایرانی خودمون در آوردم که یکی از دوستان جامعه شناس ما که خیلی بنده رو نقد میکرد از زبونش نمی افتاد که این هایکیه، این هایکیه، این هایکی ها و اقتصاددان های ایرانی رو تا هایکی. گفتم آقا شما اگر هایک درست خونده باشید میفهمید که یک کسی که تحت تاثیر هایک هست عقایدش رو قبول داره نمیتونه هایکی باشه. هایکی بودن نقض اون اندیشه های هایکه. چرا؟ چون هایک میگه که تک تک انسان ها مرجع تصمیم گیری هم. هیچ انسان نباید مقلد باشه. پیغمبر بودن به این معناست که مقلدش باشن دیگه. هایک اصلا میگفت که نباید اینطوری باشه. امیدوارم این پاسخ داده باشم. سوال آخرتون یادم رفت. سوال آخر این بود که ضد قانون بودن یادم بشر شده در طول تاریخ یا نه؟ بله. ببینید حتما اینطوری هست، حتما شده، نمیشه. وقتی که ما از عرف حرف میزنیم، عرف کار خودش رو جلو میبره، جلوی عرف نمیشه وایستاد. عرف یعنی تحول، جامعه متحول میشه. وقتی که شما با یک قوانین، من نمیگم سنتی نباز که اینطوری نیست، با یک قوانین دستوری، حالا اینجوری بگیم امروزی تر، با یک قوانین ایدئولوژیک میخواید که عرف رو محدود بکنید، نمیتونید بکنید. این یکی از بزرگترین درس‌های هایک این هست. میگه شما ارز خود میبرید، زحمت ما میدارید. 70 و چند سال شوروی ها آمدن دین رو مسخره کردن، گفتن دین خرافاته. خب به محض اینکه گذاشتن رفتن همه کلیساها، مردم و همین مسیحیت، دین اونجا از بین نرفت. یا اسلام هم بود، اسلام مسلمان هم بود. درست شد؟ خب پس یعنی چی؟ یعنی که یه چیزی که مردم اعتقاد بهش پیدا میکنن یا تحول زمان با عرف زمان بیان جلو، حکومت ها جلوش نمیتونن بایستن، ارز خود میبرن و زحمت مردم میدارن. الان هم شما میبینید دیگه این مجلس نمیدونم چجوری توصیفش کنم که بهشون برنخوره داره از ما شکایت کنم. آخه این عقب مانده های ذهنی، شما جلوی چی میخوای وایستی؟ جلوی مردم که نمیشه وایستاد. میگید مردم اینو نمیخواد. ببینید حالا دیگه یادم آمد اینم بگم. اتفاقا یه جمله امام خمینی داره، خیلی جمله مهمیه، خیلی حرف مهمیه، مربوط میشه به همین بحث عرف. اینم این بود که میگفت که آقا نسل پیشین ما، نسل‌های گذشته ما چه دلیلی داره که برای ما تصمیم گرفت؟ اشارهش به چی بود؟ به این بود که مجلس رضا شاه رو شاه میکنه. میگه فرض بکن، اصلا این حرف امام خمینی، من مضمونش رو میگم. میگه که اصلا فرض بکنید که اون انتخاب مجلس هم درست بود، اکثریت هم رأی دادن که رضا شاه پهلوی باشه، سلسله حاکم بر ایران. گفت اونا برای خودشون تصمیم گرفتن. الان که نسل گذشته، اونا که نمیتونن برای نسل امروز ما تصمیم میگیرن. حرف درستیه دیگه. حرف چی بود؟ همون حرف عرف بود. عرف تحول پیدا میکنه. این حرف درست بود. خب مسئلتون اون زمانی که امام خمینی این حرف رو زد، چند سال از سلطنت پهلوی گذشته بود؟
نزدیک نیم قرن. چند سال از انقلاب اسلامی گذشته؟ نزدیک نیم قرن. یعنی چی؟ چرا ما به حرف امام خمینی عمل نمی‌کنیم؟ یه بپرسیم عرف امروز ما خب ببینید اینها که من میگن 1000 تا از این نصاب من میتونم بزنم. این تناقض ها کجاست؟ تناقض ها اینه که یه عده که مدعی سنتن ضد سنتن، یه عده که مدعی نمیدونم اسلامن برخلاف اسلام عمل میکنن. یه عده چرا؟ چون عقلشون از دست دادن، عقل رو گذاشتن کنار، با ایدئولوژی حرف میزنن. با ایدئولوژی حرف بزنید اینجوری دچار تناقض میشه. خب شما 1000 تا از این مثال‌ها که من گفتم یکیشو گفتم در مورد عرف تاکید کردم، چون هایک رو شما فکر بحث عرف که من میگم اینقدر تاکید میکنم، شما بخواید متوجه بشید این واقعا یعنی چی، باید این 3 جلد رو بخونید، به خصوص جلد اول رو که اونجا توضیح میده که این چرا مهمه و چه کار کردی داره و انحراف از اون چه هزینه هایی داره. ببینید من گفتم که در برابر عرف نمیشه بایستاد، اون مثل سیلی هست که میاد میده، ولی تلاش میشه کرد برای بایستاد. الان دارن تلاش میکنن جلوی عرف بایستاد. این هزینه داره. هزینهش برای کیه؟ برای مردمه. این فاجعه است. اون کاری که اون توصیه‌ای که ما داریم، بنده دارم و دوستانمون هم فکرانمون اینه که آقا یه کاری بکنیم که هزینه های این تحول اجتماعی که ناگزیر است کم بشه. الان باید ما به یه نقطه رسیدیم جامعه ایران که نمیشه جلوی این تحولی که درش درگیر هستیم، نمونه هاشو من اشاره کردم، نمیشه جلوشو گرفت، ولی میشه این تحول رو پر هزینه یا کم هزینه کرد. ما میخوایم کم هزینه بشه. میدونید این وضع موجود قابل دوام نیست. من بارها عرض کردم که بعضی از دوستان جوانهای انقلابی ما که اون جریان 1401 اتفاق افتاد، نهضت مهسا، میگفتن نه دیگه راه چاره فقط براندازی. گفتم براندازی بدترین گزینه است. الان هم میگه چرا؟ چون هزینه ها رو زیاد میکنه. این تغییر ناگزیره، ولی با براندازی هزینه ها زیادتر میشه. اون کار نباید کرد، ولی باید یک کاری کرد که این اصلاحات هم اینقدر به گند کشیدن این رفقای اصلاح طلب ما نمیتونه از اصلاح حرف بزنه. اصلاحات من گذاشتم کنار، میگم از اصلاح وضع موجود ناگزیر هست به یه صورتی که کمترین هزینه برای مردم داشته باشه. ببخشید طولانی شد. اون دوستان به ایشون بدید بعد شد. جناب دکتر وقتتون رو نمیگیرم، ممنونم، مرسی وقت گذاشتین. من یه سوالی دارم خیلی پشتوانه علمی و مطالعاتی صرفا می‌خوایم با نظر شما داشته باشیم. بیشتر در رابطه با اینه که ما در رابطه با همین اندیشه هایی که صحبت میشه، مطالعه میشه، معتقدیم که نسل امروز اتفاقا اکثریت اینجوری فکر میکنن اقتضای زمانه هم به این سمت رفته که به هر حال عرف فکری جامعه بره به سمت مفاهیم مثل حاکمیت قانون و آزادی، اما توی محافلی هستن بزرگانی هستن که معتقدن که نه شماها بیشتر، مثلا در کلانشهری مثل تهران شما دورتون میبینید اصلا اینجوری نیست. هنوز هم که هنوز اکثریت جامعه ما توی بسیاری از استان‌های کشور درگیر اندیشه‌های قبلی هستن و اونها رو درست می‌کنن.
مطمئنم که نظرسنجی سروی خاصی در رابطه با اندازه‌گیری یک همچین شاخص کیفی طراحی نشده حالا اونجایی که من می‌بینم، ولی می‌تونید که بهمون توضیح بدید نظر شما در رابطه با این نقش؟ خیلی ساده است. شما برنامه‌های راه حلی که این سوال که پیشنهاد کردید مهمه، ولی جوابش هم ساده است. شما برنامه‌های عادل فردوسی‌پور رو یادتون هست در فوتبال نظرسنجی می‌کرد. نظرسنجی مستقیم هم نتیجه‌شو نشون میده. خب این امکان وجود داره دیگه، درسته؟ پیشنهاد من شما مثلا یه مورد خاص حجاب اجباری یک مناظره بذارید بین طرفدارا و مخالفین، دو نفر بیان تو تلویزیون حرف بزنن، بلافاصله نظرسنجی از همه ایران هستی، از بهکوره ها هم میتونن نظر بدن. صدا سیما هم مدعی هستیم که همه میبینن دیگه. خب من نتیجهش هم نشون میکنن. اگر نمی کنن به خاطر این است که مطمئنن که شکست میکنن. اگر نیستن خب بکنن. چه هزینه‌ای داره؟ میگن که رفراندوم هزینه داره، نمیدونم رفراندوم سیاسی فلان، که دیگه که هزینه نداره، سیاسی هم که نیست. آقای فردوسی‌پور هم اون ابزارشو، اون زیرساخت‌های اصطلاح تکنولوژیشو، فناوریشو داره، کرده دیگه این کارو. 6-7 میلیون نفر اگه اشتباه نکنم بعضی وقتا نظر میدادن، کم نیست 6-7 میلیون نفر. یه نظرسنجی معتبری میتونه باشه دیگه. اکثریت اتفاقا کسایی هم که برنامه رو نگاه میکنن طرفدارای نظام هستن دیگه، چون صدا سیما در صدا سیما که من که نگاه نمیکنم، نه البته فقط فردوسی‌پور رو نگاه میکردم و فوتبالاش رو نگاه میکردم، بقیه نگاه میکردم. خب بکنن دیگه، از خود چیزی که مدعی هستم ببینیم چی میشه دیگه. خیلی ممنون آقای دکتر. من سوالی که داشتم مشخصا در مورد خود هایک هستش. من اگه کتاب‌های هایک و ترجمه‌های شما رو خوب خونده باشم متوجه شدم که دولت توی 4 حوزه از طرف هایک یک مجوزی رو داره که سیاست‌گذاری بکنه و اگر اشتباه نکنم خاص به تعبیر خود هایک حوزه اول حوزه کارهای عمومی هستش، قسمت دوم بحث مقدمات هستش، قسمت سوم بحث برنامه‌ریزی جهت خروج از برنامه‌ریزی هستش و قسمت چهارم هم بحثیه که بهش میگن کلیات و تمامیت، یعنی حفظ حدود و برقراری امنیت توی کشور و جامعه. حالا سوال اینجاست که این میزان دخالت و این میزان سیاست‌گذاری که دولت قرار انجام بده توی این حوزه با توجه به کارهای عمومی هم کارهایی هستش که بخش خصوصی نخواد و یا نتونه تأمینش بکنه. با توجه به این 4 موضوع به نظر شما این میزان دخالت دولت چقدر باید باشه؟ چون احساس میکنم اندازش خیلی مهمه. با توجه به فرمایشی که دکتر خالقی داشتن، اگر این یه ذره ترازی داره دیگه، این تراز از دست بره ممکنه که اون آزادی‌های ما از دست بره. در این موضوع توضیح بفرمایید ازتون ممنون. بله، این نکته که آقای دکتر خالقی هم اشاره کردن تو بحث جلد سوم و یک هست و این بحث مهمی شما اشاره کردید. ببینید اونجا که جلد دوم اتفاقا بحثی کرده که یه جامعه ثروتمند میتونه که یه حداقل‌هایی رو نه فقط برای همه، این همه نیست اگر اشتباه نکنم، ما یک همه رو نمید میگه برای کسایی که ناتوان هست، برای کسایی که معلولیت دارن، یا معلولیت جسمی دارن یا معلولیت اجتماعی دارن، مثلا یه خانواده بدون سرپرست و نمیدونم هست دیگه، یه اقلیتی در همه جوامع اینجوریه. هایک میگه که اونجا هم اخلاق و هم مصلحت عمومی برای صلح‌آمیز شدن جامعه حکم میکنه که دولت
بخشی از درآمدهای خودش که از مردم میگیره، مالیات‌ها، به اونها اختصاص بده، از اونها پشتیبانی بکنه. منتها میگه اسم این عدالت اجتماعی نیست. این بحث عدالت اصلا نیست. این یه بحث جامعه خوب هست. ببینید بحث عدالت و بحث جامعه خوب فرق میکنه. یکی یه جامعه صلح‌آمیز خوب و بدون تنش میخواد درست کنه. یکی از کاراش اینه که یه جامعه که به حدی از ثروت میرسه این کار رو بکنه، به کمک معلولینش بیاد. چون در جامعه سنتی به صورت سنتی جامعه ما قبل مدرن منظورش، خب این اقشاری که محروم بودن نوعی حمایت می‌شدن. البته امروز هم این بنگاه‌های نیکوکاری اتفاقا خیلی هم زیاد هست، خیلی هم کمک میکنه. حتی در امریکا که از همه جا شاید بیشتر هم هست و این کار اون وظایف رو میکنن. نیازی حتی به دولت نیست که این کار رو بکنه. ولی نکته مهم اینه که به اون حرف مهم هایک توجه کنید. هایک میگه که این بحث عدالت نیست، این بحث قاطی نکنید، این بحث جامعه خوبه و اونم از جامعه دیگه فرق میکنه. ببینید در سوئد مثلا جامعه هست که مردم داوطلبانه حاضرن مالیات بیشتری بدن، این که جامعهشون فقیر نبینن، گدا نبینن تو جامعه. خب این فرهنگ جامعه سوئدی هست. فرهنگ جامعه امریکایی اینطوری نیست. جامعه امریکایی میگه که من نمیخوام مالیات. اون فرهنگش فرق میکنه. بنابراین شما یه نسخه برای همه نمیتونید بپیچید، ولی اون چیزی که معیار هست اون رو نباید فراموش کنید. و اون هم اینه که راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ راجع به عدالت داریم صحبت میکنیم، اون ابزارش متفاوته. راجع به جامعه خوب و صلح‌آمیز داریم صحبت میکنیم، اون یه بحث متفاوته. اینا همه اینها رو این چپ‌ها، متاسفانه ما میگیم چپ‌ها همه اینو تو عرضه‌ها رو مغشوش کردن، قاطی کردن. من میگم خاک در چشم مردم میپاشن، اینطوری نیست که بگم ما دشمنی بالاده. نه، ما با چپ‌ها هیچ دشمنی نداریم. من بارها اینو گفتم، بیشترین دوستان ما همون چپ‌های سابق یا حاضرن. دوستای فعلی من کسایی هستن که الان هم چپن، خیلی هاشون. راست هم من نمیدونم اصلا راست یعنی چی، ولی لیبرال تو دوستای ما اندکه کمن، به خصوص اونایی که ثروتمندن. خیلی جالبه، اونایی که وضع مالیشون خیلی خوبه، از دوستای خودم دارم، اغلبشون چپن. اینم یه سوال دیگه. سلام منصور، وقت بخیر. می‌فهمد که کاش راه خانه‌ات اینقدر طولانی نبود. من که در بندم کجا، میدان آزادی کجا. خیلی تشکر می‌کنیم از مدیریت و طراح جلسه خیلی وزین، از مثلا از جناب استاد نیازی. من می‌خواستم این مدیر رو جناب آقای دکتر خدمت حضرت عالی و سایر دوستان بدم که این تحولاتی که حضرت عالی می‌فرمایید و من توقعم این است که شرح این جلسه کتاب رو مثلا ما ربط ندیم به تحولات اجتماعی که اخیراً می‌افتیم، چون به نظرم شرح این جلسات خیلی خیلی بالاتر است. این هست که مثلا ما این رو ربط بدیم به تحول شد. حضرت عالی مصطفی تحولات اجتماعی هزینه بر و زمان برم هست. اتفاقا در زمان دوستان شما که خیلی بدتر بود رفتارها، یعنی در مقابل عرف خیلی بدتر ما نیستن. بعد از این دوستان همین لیبرال‌ها و اصلاح طلب‌ها اینا دیگه. ولی بعد از فوت مرحوم خانم خانم امینی شما ملاحظه فرمودید که الان امروز به جای رسید که رئیس جمهور جلوی همون گروه متحجر و گروه‌های فجار وای میسته و میگه من قانون حجابی که شما میگید رو اجرا نمی‌کنم. و خیلی هم جالبه که اون هم احترام می‌ذاره. میگه آقا بسیار خوب، یه مسئله حتما هست. یکی از مؤلفه‌های قانون آقای دکتر قدرت اجرای قانون هست. وقتی که در همه جای دنیا همینطور هست، وقتی که قانون اجرا کنن حتما میرن و به عرف محلی هم
یعنی بهش میگن توافق قانونی، یعنی میگن با عرفای محلی هم صحبت میکنن و گفتگو میکنن و یه تدارک‌آرایی میکنن که ما این قانون رو حالا چطور برگزار کنیم. باز هم میگم، باز هم از اون مدینه فاضله‌ای که من در نظر حضرت عالی هستم و ما هم شاگرد حضرت عالی هستیم خیلی فاصله داره، ولی خب بالاخره تحولات اجتماعی زمانبر تحولات اجتماعی مثلا به زودی اتفاق نمیفته. سوالم از حضرت عالی بود که آیا جناب هایک راجع به توسعه انسانی هم ایده و نظری داشتن یا خیر؟ خیلی متشکرم که به عرایض بنده توجه کردید و هم متشکرم. توسعه انسانی هم متوجه شد یعنی چی؟ آقای دکتر، توسعه انسانی از سال 1954 در دنیا مطرح شد. اتفاقاً یکی از کسانی که خیلی در تاثیرش در سازمان ملل که این موضوع رو بهش پرداخته بشه بود ایرانی بود. حالا من نمی‌خوام که اسمش رو ببرم، نه چون که می‌دونی چجوری، چون بعد ما منتظر میشیم به اونا، برای من بد نمیشه، برای شاید برای گفتن مثلا خیلی خوب نباشه ما حس کردیم اینجا ببریم. بنابراین این توسعه انسانی باید یعنی توسعه انسانی یعنی اهمیت فردیت فرد. یعنی شما مثلا همین قانونی که میگی، اون آدمی که میخواد این توسعه، یعنی این قانون میخواد اجرا کنه، آیا به مؤلفه‌های توسعه انسانی آیا توجه میکنه یا توجه نمیکنه؟ یعنی این انسان چجوری تربیت شد، کجا تربیت شد و اصلا ما چجوری تربیت داشت که به این قانونی که جناب عالی میفرمایید احترام بذاره و رعایت کنه. مثلا در منابع میگن توسعه انسانی یعنی منابع انسانی رو میگه، توسعه منابع انسانی. نه، توسعه انسانی با منابع انسانی فرق می‌کنه. توسعه انسانی اکوسیستمی که اصلا به همه جوانب انسان توجه کنه. حالا من خیلی نمی‌خوام وقتی جلسه بگم، حالا ان شاءالله اگر فرصتی بود میتونید راجعش صحبت کنید. خیلی متشکرم. خب سلام و عرض ادب. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم از مطالبی که مطرح کردیم. آقای دکتر اینجا شما تو من نمیبینم اینجا هست. شما تو مناظرتون با آقای دکتر جبرائیلی فرمودید که تئوری و مشاهده مقدم. با فرض پذیرش این ادعا در نهایت خب ما باید اون اوییدنس ها و اون داده هایی که وجود داره و اون مشاهدات اقتصادی که وجود داره بپردازیم. حالا با یک تئوری سراغ اون داده ها خواهیم رفت. من میخوام در مورد یکی از واقعیت های خیلی شاید مهم اقتصاد ایران از شما سوال بپرسم که من در فرمایش‌ها، در نوشته‌های حضرت عالی، در نوشته‌های رسانه‌هایی که شما باشون گفتگو می‌کنید مثل ایران، مثل دنیای اقتصاد، مثل تجارت آنلاین، اون رو نمی‌بینم، اصلا بهش اشاره نمیشه. این که در واقع ما یک بازاری داریم تو اقتصاد ایران، اسم حالا اسامی مختلفی رو فرمایش می‌کنه و بازار قاچاق ارز میگن، بازار نابازار سیاه میگن که توی دنیا نیست. این بازار رو ما فقط دو سه تا کشور عقب افتاده می‌بینیم. تو امریکا شما بیش از $10,000 همونطور که مستحضری کنید با خودتون پول نقد جابجا کنید. طلا رو نسخه فیزیکیش رو به شما نمیدن، یک حواله‌ای صرافی که زیر نظر بانک مرکزی به شما میده و میگه که شما این طلا رو شما دارید برای سرمایه‌گذاری. اینایی که می‌فرمایید همش ضد اطلاعات آقای جبرائیلی. نه آقای چرا اینطوری؟ خب بررسی کنم دوستان که اینجا هستن. من خواهش می‌کنم بررسی کنم. یعنی شما سوالتون چیه؟ واسه شما می‌فرمایید که این بازار وجود داره. بازار چی؟ بازار آزاد ارز و طلا به همین صورتی که تو ایران هست. کجا وجود داره؟ کشورهای پیشرفته توسعه یافته. بازار اونجا آزاده دیگه، اصلا نیازی نیست که شما راجبش حرف بزنید. شما بگید محدودیت. ببینید اونا آقای جبرائیلی بحث‌های مطرح کرده که محدودیت معامله وجود داره.
آقا این حرفات داستان نه اصلا بس مثلا محدودیت نیست. خب بس سوالتون چیه؟ سوالتون مشخص خیلی واضحه. سر بینام بودن دارایی کشور ما دارایی‌ها بینامن، یعنی برای پولشویی از این بازار استفاده میشه، برای قاچاق از بازار ارز و طلا استفاده میشه. چون کشورهای توسعه یافته دارایی‌ها بانامن. خب همون ببینید درست این حرف، ولی این هم دوستان آقای جبرائیلی کار کردن دیگه که جلوی FATF رو گرفته بودن، جلوی این قانونی که CFT که قانون پولشویی هست گرفته بودن، تصمیم نشد. صحبتشون هم چی بود؟ صحبتشون این بود که ما با میخوایم تحریم ها رو دور بزنیم، شما این پولشویی رو نکنید، یعنی این جلوی پولشویی رو نگیرید. یعنی یه عده در کشور ما طرفدار پولشویی هم. و شما موافقید دیگه دارایی‌ها باید با نام باشه؟ دارایی‌ها با نام هست اصلا. بله ببینید حالا ما اینجوری تو نفره بحث بکنیم فایده نداره. شما سوالتون رو بگید من خدمت سوالم این بود دیگه، شما بس با نام شدن دارایی موافقید؟ با نام شدن اگر منظور این هست که کسی پولشویی نکنه، بله من موافقم. پولشویی نکنن، ارز و طلا قابل رصد باشه، گردش مالیش قابل رصد باشه. ببینید ارز و طلا قابل رصد باشه یعنی این که شما میخواید دستوری عمل کنید، همون کاری که الان میکنن. الان مگر غیر از اینه؟ الان محدودیت گذاشتن برای اینکه شما چقدر ارز میتونید داشته باشید. حتی محدودیت گذاشتن برای مثلا تتر، خب ارز مجازی دلاری که اصلا مسخره است. مگه شما میتونید محدودیت بذارید که شما نمیدونید که اصلا اینها حالا این که من طرفدار رصد این چیز هستم، طرفدار به اصطلاح این هستن که پولشویی نشه یا نباشه، اونه که مسئله نیست. من حرف من روشنه، اقتصاد آزاد کنید، اقتصاد آزاد کنید، ارز باید آزاد بشه، ارز باید تکنیکی بشه. فقط یک بازار، نه اینکه دولت اونو تعیین کنه، مردم اونو تعیین کنه. نرخ بهره باید آزاد باشه. این رفقای آقای جبرائیلی نمیخواد این کارو بکنه. نرخ بهره باید بانک‌ها باید خودشون تعیین کنن که نرخ سپرده چقدر، نرخ تسهیلات چقدر، بانک‌ها باید تعیین کنن، نه اینکه از بالا بانک مرکزی برای همه دستور بده. بازار محدودیت داره، اقتصاد جهان. خب همه جای دنیا همینطوریه. اینجا این چیزهایی که در ایران درست کردن. بسیار خوب. اگر اجازه بدید چون اینجا جلسه معرفی کتاب بود، اگه بخوایم به مناظره و اینا بکشیم برای اصلا نه که بخوایم مخالف باشیم، وقتش نیست و زمانش نیست. ما ساعت 8 باید تحویل میدادیم سالن رو که برگرده به شرایط قبلی خودش. بعد یه مطالبی رو عرض کنم. ما یه عکس دسته جمعی خواهیم انداخت پیش از اینکه بنده میکروفون رو خاموش بکنم و در خدمت خانم معیری هم باشیم که امضای کتاب رو آقای دکتر انجام بدم. چنانچه که عرض کردم برنامه‌های آتی در دست تدارک داریم. اگر اجازه بدن آقای دکتر، اول آذر ماه کتابی منتشر خواهد شد با عنوان اقتصاد چگونه جهان رو توضیح می‌دهد که کتاب نسبتاً قابل توجهی هست از اندرو لی. روز 7 آبان در همین مکان با حضور مجازی آقای دکتر همایون کاتوزیان کتاب سیاست، اجتماع و ادبیات رو رونمایی خواهیم کرد و 10 آبان هم با حضور آقای دکتر فریدون مجلسی کتاب فروپاشی اثر جرد ادموند. امیدوار هستیم که در رویداد 30 آبان اول آذر ماه اگر که محضوریتی برای آقای دکتر غنی‌نژاد نباشه دعوت ما رو بپذیرن، ولی همین که امشب به ما این وعده رو دادن خیلی منت گذاشتم و لازم نیست که در محضوریت باشن. فقط دوستان همینجوری که نشستن بایستن یه عکس دست جمعی می‌خوایم بندازیم. بعد در خدمت آقای دکتر برای امضای کتاب